سلام بچه، باز ویدیو 10 دقیقه بدون کات داریم. این پارت 3 اگه اشتباه نکنم. آقا دیگه نتونستیم اون زاویه دوربین دوره بذارم مثل ویدیو قبل، چون میکروفون نبود. میکروفون رو خواهرم برداشته بود، بعد میخواستم تو اون قاب بذارم، صدا نمی آمد. تصمیم گرفتم که از این قاب بیایم. آره دیگه، به کون لقمون ما بالاخره باید ویدیو بدون کاتمون رو بگیریم. نگیریم میگیریم، میزنیم میگیریم. آخ آخ. بعد آقا زیاد داریم، 1 دقیقه هم داریم میره. خب چی خواستیم؟ آقا داریم میگاییم. نمیدونم چیه داریم میگاییم، ولی داریم میگاییم. چیه میگاییم؟ های ببخشید، واقعا مشکل ویدیو بدون کات همینه. یه سری جایی که یاد میره که چی بگی اونجا کات میزنی، ولی مشکل اینجاست که اینجا کات نمیخوره. خیلی چیز بدی. آقا بذار دوای چی صحبت کنم؟ سزایی آدم فکر میکنم دوای چی صحبت کنم، ولی نمیدونم دوای چی صحبت کنم. دوای رنگ کمون صحبت کنم، دوای خورشید، رنگ کمونی که سیر برامش هست. از رنگ کمانی که وجود نداره. رنگین کمان خیلی وقت اینجا وجود نداره. اینجا فقط قهوه‌ای و سیاه و این چیزا مونده. خیلی وقت رنگ کمون دیگه اینجا نیست، فقط قهوه‌ای سیاه. رنگ قهوه‌ای هم بیشتر، همه جا انیه. این واقعا ناراحت کننده است. بعد آقا الان یاد یه چی افتادم. آقا یه سری چیزا تو کامنت های زیر پست اومد، اجندم هستش. خیلی ریدن تو اسم گذاریش، تو رنگ مندیه اونا. آقا یه سری میگیم فلانیه بذار، آقا شخص رو نمیتونم بذارم، چون واقعا بگاه میرم. خودم خیلی اشخاص رو دوست دارم بذارم، خیلی لیاقتشون اونجا باشن، ولی نمیشه بذارم، بگاه میری. اینم از این. و یکی بهم پیام داده، آره داشت چقدر واسط بزنم که عکس اکسمو بذاری اینا، دختر بود. دیدم دادش ولمون کن، مشتی ول کن آقا، ناموسم ول کن. بعد یه چی دیگه هم بود. یه پست دیگه هم گذاشته بودم، چی میگم بهش، ولش کن، دوام صحبت نمیکنم. الان یه افتاد که خیلی شاید یکی من تو این یوتیوبش ببینه که اصلا من نشناسه، یاد این افتاد چرا درباره اینستام دارم صحبت میکنم. آقا هیچی، اونو ولش کن، اصلا اینستامو ول کن. آقا تو تنهایی معمولا میشینم خیلی کارتون میبینم. کارتون حالا خودم پیگیرانه نگاه نمیکنم، میزنم ماهواره مثلا، حالا ماهواره هرچی بود پخش کرد نگاه میکنم، ولی در حالت عادی حالا چند وقته چیز گامبال ندیدم. اونو همیشه هستم با خواهرم میدیدم. حالا خواهرم فکر میکنیم بچه هست، ولی نه، خرچه هست. خواهرم 26 سالشه، با اون میشستیم نگاه میکردیم. اونم الان نیستش. بشیم نگاه کنم، واقعا حوصله‌ام سر رفته. بعدش یه سریتون میگید آقا این ویدیو کسچر تو چجوری میسازی؟ آقا به خدا با کارتون ببینین به خدا مغزتون باز میشه. شل کنی، ریلکس کنی. فارسی تموم شد. ریلکس که نمیتونی بکنی تو این کشور، نمیشه ریلکس کرد. شاید حالت ریلکس بگیرم بکننمون، ولی نمیتونی ریلکس کنی. ولی مردم حالا راحت باشی، بشین رو کارتون ببین، به خدا خوبه.
حال میده. کارتون رو خوب ببینی حال میده. تو سبک ریک و مورتی بشین سولار اپوزیت رو ببین. سولار اپوزیت جوابه، محتواش خیلی سمه. حتی اونو قبلا دیدم و پیگیر که نیستیم. بعد آراسی ریک و مورتی فصل جدید اومده من ندیدم، الان یاد افتاد. ریک و مورتی بشین ببینید. ریک و مورتی خداست. این فصل جدیدش که میگفتن که خیلی خوب شده، فصل جدیدش میگفتن خوب شده دیگه، مثل فصل قبلش بگاه رفته نیست. آقا فصل قبلش اصلا یعنی خار کاراکترها رو گاییده بودن، واقعا میگم خار کاراکترها رو گاییده بودن. مثلا داشتم میدیدم که حالا واسه مقایسه کردن این چیزا بود، تا فصل حالا تا 4 تا فصل 4 مثلا باز هم اوکی بود، سر کاراکترها همون کاراکتر بود. بعد حاجی دیگه نمیدونم چرا این کارو کردن، اصلا انگوش کردن کاراکتر رو، یه دفعه ریدن تو کاراکترها. یعنی مثلا یه سری کارا رو که انجام میداد که دلیلی نداشت، مثلا جزء اخلاقش نبود. مثلا مام بابای شما به مثلا میگم یه سری اخلاقا دارن، تو قلقش رو میدونی و این یه دفعه تغییر کرد، حالا نرفته تراپی هیچی نرفته، باید چرا باید تغییر کنه؟ مثلا حداقل تو کارت من به من نشون میده که چی شد داره تغییر میکنه، ولی این چیزو نشون نده، یعنی داره دست میزنه تو کاراکتر، داره میرینه توش با کاراکترهای دیگه. اینم مثلا خیلی عجیب بود. ولی میام حالا بعد بشینم نگاه کنم، خیلی گوخوری اومد ببینم. راستی بنترم که کومیکاش اومده بود، حتی چپتر یکیش اومد، بقیه چپتراش چی هم بهش بقول نه اسمش چیه، اون سرفصلش اومد مثلا چند صفحش اومد، تا نه ماه بعد میاد کاملش، چپتر بعدش چجوریه اونو درست پیگیر نشدم. که چپتر بعدش با زامبازوه، هاش واقعا بنتن خیلی سکسی شده. یعنی اینطوری هم که کارتون نتورک زن تو گاییدم چرا این کاری کردی با بنتن. من خب میدونستم پتانسیل داره، اصلا داستانش مشخص و بزرگسالانه است تو هم فصل یکش، ولی اینا اصلا اینطوری که واسه بچه درست کردن. مثلا خب کسکش چرا دلیل نداره هر کارتون واسه بچه درست کنی، میتونی یه کارتون درست کنی که به قول گفتنی واسه حالا بزرگا باشه، بزرگا نه، کسی که به محتوا بزرگونه و خشن با گفتنی علاقه دارن، دارم به فکر پول باشه همینه دیگه، میرینین تو هنر. به خدا پول میرینه تو هنر. حالا هنر نمیدونم شما چیزه، اصلا یه چی بهتون بگم شاید فکر کن کس میگم، همین تولید محتوای منم یه جور هنره. من اگه پول رو توش قاطی کنم، همین کسچه سمی که میگی حالا من فکر میکنی درست میکنی اصلا ریده میشه توش. یعنی باید واقعا کاری که انجام میدی اولویتش با عشقش باشه، که اصلا بشینی با عشق درست کن، بعدش حالا اولویت دوم پول. پول واقعا متاسفانه تو ایران خیلی مهمه، تو همه جای دنیا مهمه ولی تو ایران خیلی مهمه. اگه پول نباشه تو هم نیستی. مثلا واقعا من خودم الان ریدم، خیلی بد ریدم از مالی این چیزا، بدم تلاش همو میکنم، من یه سعی میکنم گمو درست بخورم. عرضم به حضورت که مثلا یه گویی بخورم دیگه، میدونم میفهمی چی میگم یا نه، گم بخورم. الان حالا یه دقیقه آخر شد. الان مثلا دارم تلاش کنم شلوار کاستوم کنم و الان هنوز پیج واسهش نزدم، یه سری ریزه کاری مونده اونو درست کنم میزنیم. آجی ناموسم بتره کنیم پیج زدم دیگه، پیج شلوار رو زدیم میشه، فقط شلوار قرار نیست حالا کاستوم کنم ولی شروع کار با شلواره. ناموسا حمایت کنید، حالا نمیدونم کی قراره بزنم ولی حمایت کنید از این بچه فلک زده، بزنیم پول در بیاریم. حالا قراره یه آدم محتوا جدیدم درست کنیم، کسچه جدید درست کنیم، بچه هوا اونو داشته باشین دیگه. همون من نهایت هوایی که میتونم از شما داشته باشم که استریال اعتراضی واسه تون بذاریم، واسه اول خودم البته، همین چیز دیگه نه. 10 دقیقه شد، خداحافظ.